خب اولین کشور یعنی چهارمین کشورمون قرار آرژانتین باشه. 2 تا رنگ آبی کم رنگ، یه دونه بنر سفید، یه دونه رنگ زرد نیاز داریم. خب میایم داخل لوممون. اول با آبیا کار داریم. کلا یه دونه از اینا به این شکل بالاش میزنیم. از این کوتاهاش حتما باشه. براتون فلاش هم زده میشه که دقیق درست کنید. و یه دونه هم باید این سمتی بزنید. حالا اون وسط که خالی مونده رو یه دونه زرد میارید و این نقطه وسطی رو میزنید. به همین زیبایی آرژانتین شد. قرار اینجا پرچمای کشورامون رو بذاریم. این از آرژانتین. بعدی بلژیکه. برای بلژیک به یه دونه رنگ سیاه، بنر زرد و یه دونه رنگ قرمز احتیاج داریم. برمیداریم میریم داخل لوم. اول مشکی رو میذاریم. حالا مهم نیست اول قرمز یا مشکی. بعد این طرح رو انتخاب میکنیم و بعدش قرمز رو میذاریم و این سمتیش رو انتخاب میکنیم. به همین زیبایی شدش بلژیک. خب برای بعدی نیاز به رنگ مشکی داریم، بنر قرمز و رنگ زرد. خیلی سریع قرمز رو میذاریم، یه دونه مشکی، یه دونه مشکی بالاش، یه دونه هم زرد پایینش. اگه پیدا کنم که اینجا به همین زیبایی یک آلمان خوشگل درست شد.